یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود. پیرزن تیر خورده بود، پیرمرد تیر خورده بود. این خانم آموزگار، اون آقا مغازه‌دار، این جوون دنبال کار، همه تیر خورده بود. خانمی دنبال دخترش میگشت، ستارمون رفته بود تظاهرات. این آقا در میون جنازه ها، پسرش گم شده بود، فیلمشو دیده بودی. کجایی سپهر بابا کجایی؟ نه سپهر اینجا نیست، ستارمون جا نیست. یک ستاره یک سپهر، 10 ستاره 10 سپهر، 100 ستاره 100 سپهر، 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000. همه دخترها ستاره، همه پسرها سپهر، همه زنها ستاره، همه مردا سپهر. زن حامله ستاره، مرد 60 ساله سپهر. این جوون گلوله خورده به سرش. در کجا؟ روی تخت کلینیک، در حال پانسمان پاش. نرسه جیغ کشیده بود، دکتر داد زده بود، پاسداره گفته خفه، دوست دارین دوتاییتونو بفرستن پیش اون. زار و زار گریه میکردن دکترها، همشون زار میزدن پرستارا. چه شده این دختره؟ رگشو تیغ کشیدن وسط تظاهرات. نه رفته بود گل بخره، تولد مادرشه. مادرش خبر داره، مادرش کشته شده. آقا این عکسو ببین، میتونی لطف کنی جنازه‌شو پیدا کنی؟ نامزدمه. من چشام ساچمه‌ایه، دید ندارم. آقا من بیشتر از این پول ندارم. نمیشه، بیشتر از اینا تیر زدیم، تازه نصفش آوردیم به حساب. پول ندی جنازه نیست. یکی بود یکی نبود، زیر اون گنبد خون پیرمرد نشسته بود، رکورد جنایتو شکسته بود. نور اسلام تو چشاش، قرآن زرکوب روی پاش. سردارای قوپدار دور و برش، به یاد سفاکترین آدم کش روی زمین، عکس منحوس خودش بالا سرش. یکی بود 50,000 نفر